جان همه سنگ مرمر روی قبر و میمونن همه جایزه یا نه استاد جان، به خاطری که قبر گم نشود؟ برای قبر گم نشدن یگان سنگ عادی ماندن یا یگان درخت ماندن یک نشانه ماندن باقی نیست. مثلا وقتی عثمان ابن مظعون میمیرن، پیامبر صلی الله علیه و آله یک سنگ عادی رو میمانند و میگویند با این من قبر برادرم رو پیدا میکنم. اما سنگ مرمر و نقش و نگار کردن، این مانندی به یهود و نصرانی ها هست که پیامبر با آنها مانند شدن رو هم لعنت کردند و پیش از مرگشون حتی خبر هم دادن که وقتی بزرگی از آنها آبرودار میمرد چقدر مراسم میگرفتند و قبر او را آرام میدادند. سنگ های مرمر برای زیبایی قبر ماندن، تماما مرمر خودش سنگ قیمت است، ممکن نیست. اما یک چیز عادی، یک سنگ عادی و یک درختچه شینانیدن که با همین قبر گم نشود انشاءالله باقی ندارد. نویستگی هم نباشه ممکن؟ نه نویستن رو پیامبر من کردگی هستند. زیب و زینت دادن رو با مثلا آجر کشی یا گفتیم باغش زدن، اینها رو همش رو من کردگی هستند. باشد امی موضوع نخواهر جان بفرمایید. سلام علیکم و برکاته. علیکم السلام. استاد جان همین در سوالتیم اگر وای از مردن یعنی ای مرگ به خاطر که تنگی و طوری که قبل سخت ترسیده همیشه گیره کنی که من مثال میترسم همین مرگ این گناه است؟ نه، از مرگ ترسیدن گناه نیست، اما برای اینکه مرگ برایتان راحت باشد عمل کنید. یعنی فقط ترسیده گریه کردن کتی کجا بود می شود؟ از دوزخ ترسیدن مرا الله از اهل دوزخ نکن، فقط با گریه و ترس نبو، حتما باید چی شود؟ عملش هم همراهش باشد. وقتی از مرگ می ترسید مؤمن یقین دارد که وقتی که عملهایتون صالح هست، ما پیشتر گفته گذشته بودیم مرگ برایتون حتی شیرین می شود. بعضا خودتون آرزو میکنید که زودتر بروید. برای همین یعنی از بجای زیاد ترسیدن عملهایی که مرگ رو برای شما آسان میکند به آن انجام دهید، اما خودش گناه نیست انشاءالله.